سلام، من موما. اینجا قصه ها نه شروعی دارن نه پایان. امروز قراره یه کار باحال بکنیم که فقط دست مادر بزرگت دیدی. برو بریم. باور به چشم بردن و چشم نظر تو ما ایرانی ها خیلی زمانهای طولانی تر از اونی داره که حتی فکرشو بکنیم و ما ایرانی ها هر کدوم تو خانواده هامون به طریق مختلف از شر این چشم بد خلاص میشیم. بعضی ها سرب داغ میکنن میریزن تو ظرف آب سرد. اون شکلی که تو آب سرد نشون داده شه ترسشونه. اینجوری ترسو برمیدارن. خیلی هم از این مهره ها استفاده میکنن که چشم بد و دور نگه دارن. البته فکر کنم مال ما فیک بوده چون خودش شکسته. بقیه هم کسایی هن که بخور اسفند میگیرن تا چشم زخم رو دور کنن. خب من سینیمم آوردم که بهتون بگم که چجوری با یه دونه تخم مرغ، 2 تا سرکه، یه تیکه زغال و یه ذره اسفند قبلا چجوری چشم بد رو دور میکردن از خودشون. اول میایم نیت میکنیم. حالا برای اون شخصی که میخوایم تخم مرغ رو بشکونیم، بعد یه تیکه زغال برمیداریم، شروع میکنیم اسم کسایی که اون طرف رو دیدن یا بهشون مظنونیم روی تخم مرغ علامت گذاری میکنیم. مثلا خدیجه خانم شما کیا رو دیدی؟ والا خواهر جونم برات بگم که مامان جونم، خانم شهلا، مینا، ندا دخترش، الهه، سهر، خواهرشوهر بزرگم، شوهرش، خواهرشوهر کوچیکم، شوهرش، بچه‌ش، اون جاری چش در اومده حسودم. دیگه برات بگم اسقر آقا بقال، شهره خانم. وقتی که همه اسمایی که به ذهنش میومد و نوشتیم میگیم اینوریا اونوریا، فامیل شوهر، حالا یا فامیل زن، همسایه ها، در و همسایه، غریبه و آشنا، همه رو به این تخم مرغ دادیم انرژیشون. حالا کاری که میکنیم اینه که یه دونه سکه بالا یه سکه پایین میذاریم و شروع میکنیم به خوندن اون اسامی دوباره. خدیجه خانم بگو اسماتو دوباره. شمسی خانم و شوهرش، همون که میوه فروشی دارن. خب ببینی من دارم یه فشار خیلی کمی وارد میکنم، اصلا در حدی نیست که تخم مرغ بخواد بشکنه. سر اون اسمی که برسه خودش میشکنه. خب اسقر آقا بقال، شهره خانم مزون یاز، شبا اسقر آقا بقال، شهره خانم مزون یاز، بابام، خالم، داداش جونم. نکته مهم، اگه به اسم خودیه در اومد میگیم من رو دوست داشتم بوده، اگه به اسم غریبه ها در اومد میگیم چششون شور بوده. حالا میایم میبینیم این شکل چه شکلیه. ببین اگه دقت کنی من دارم شبیه مرد نشسته میبینم. یه دیگه فویل و همون زغالی که باهاش روش اسم نوشتیم میذاریم این رو داغش میکنیم. حالا یکم از این اسفند رو برمیداریم میریزیم رو این. قشنگ دود بشه، دودش بره تو چشه اونی که چش زده. خب اولین ویدیوی چنل مومو تموم شد. ببین میخوام بگم که میدونم که این آینه خیلی ها فکر میکنن خرافاتن و شفا نیستن، ولی همین داستانه و آینه‌ای که ماها رو به هم وصل میکنن. ازتون میخوام اگه که تو خانواده‌تون یا تو نزدیکانتون میدونین که کسی این رسمو یه جور دیگه اجرا میکنه، لطفا تو کامنت ها بنویسین که بقیه هم ببینن. و میخواستم تشکر کنیم که تا اینجا ویدیو رو دیدین. اولین ویدیوی چنله و مطمئنم که خیلی کم کاستی داره. امیدوارم که به بزرگی خودتون ببخشینشون و منتظر ویدیوهای بهتر و خفن‌تر توی آینده باشین. سابسکرایب کنین، لایک کنین و بازم ممنون ازتون که وقت گذاشتین و تا الان دیدین. دوستتون دارم.